امروز در جامعه ما قمارباز جای داره، شرابخور جای داره، زناکار جای داره، دزد جای داره، غاصب زمین و ملکت ها جای داره، دروغگوی جای داره، جاسوس جای داره، غلام امریکا و روس و دنیا استعمار و کفر جای داره. کی جای نداره؟ کی جای نداره؟ اگر حق گفتی، اگر حق بیان کردی، اگر مردم در روشنی قرآن قرار داری، جای نداری. جای تو باید زندان باشه، یا از وطن فراری شو و یا باید در زندان زندگی بکنی، یا مهر سکوت در لب بگذار. هر منکر که میبینی باید لبی تشور ندی، نگو کی منکر است، بلکه تایید کن.